تو با خدا باش، خدا با شما هست. خدا باش، خدا با شما هست. من کاسب از خونه باید بیام بیرون، در مغازه من باز بکنم بنشینم، مشکل خدا میرسه. اون چه قسمت است دلهوره نداشته باش، اون چه قسمت دست میرسه. حسودگیری هم با همسایت نکن، وزه به حال خودش. شما خدا دارید. عرض می شود که گفت که یه شخص رو دیدم، گفتم رزقت از کجا میاد؟ گفت مادامی که این آسیاب و خدا قرار داده بارش هم میرسوند برای خورد کردنه. دندون داده آقا این به آسیابت کار بکنه، غذاش هم میرسونه. اینقدر دلهوره نداشته باش برای 4 روز دنیا. بعدش چه میشه؟ بعدش هر طور میخواد بشه چکار به من داره؟ حضرت امیر تو بازار قبله بازار کوفه قدم میزنن، گفتند روزا که مشغول کسب کار هستید، شبم که مشغول خواب و استراحت هستید، پس مشغول آخرت چه وقت خواهید بود؟ زاد و توشه بر آخرتتون چه وقت میخواید تهیه کنید؟ روزا که کار، شبم که خواب، پس آخرت چی؟